سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، برو قبل که شهر نو آمدیم گفتین بسیار فرصت است، همه فهم شهر ارواست، از این حرفا زیاد گفتین در کامنت ها. امروز آمدیم فقط شما بیربار ببینین، بیربار ببینین. در کوچه گلفروشی هستیم دوستان عزیز. کوچه گلفروشی هم تو کم کم میبریم طرف چهارراهی انصاری شهر کابلی. محترم دیدین که گل زده بودن دیگه آماده است به شب عروسی. این هم دکانه گل فروشی است دوستان عزیز. دکانای گل فروشی رو دیگه بخش میبینین که گلای تازه شون دیگه تقریبا خلاص شده دوستان عزیز، خلاص شده یا در داخل مانده نشه. خب مقصد گل تازه شون بیرون نیست. این گلک های تازه شون در بیرون هست دوستان عزیز. طرف هم دیگه میبریم کم کم به طرف خود شهر نو، شهر کابل. یک کوچه دوستان عزیز ما را توجه ما بسیار جلب کرد، در بالا هست به نام کوچه بیبی چه قسمی؟ بیبی حلیمه بود فکر کنم. خب یک نامه که بسیار جالب داشت. یک روز دو کوچه میبرم میتونه ببینین از کوچه های قدیمی شهر کابل است، بسیار زیبا و مقبول. دیگه شهر نو بسیار بیربار از دوستان عزیز. میاله سرک گل فروشی دیگه میبریم دوستان عزیز، دور میخوریم به طرف چهارراهی انصاری شهر کابل. این دوستان عزیز بریم اون طرف، این طرف هفته و میزنه در کمره که باز نشه حال مقالتان برای نه استوتا. خیلی دوستان عزیز در تصویر میبینین و طرف دکان های لباس فروشی است دیگه است. این بیربار هم دوستان عزیز خوب زیاد است، همگی هم برآمده از طبقه اوناس و ذکور، خواهرای ما و برادرای ما، کلایی به خاطر خرید و کار ضروریات خود آمدن. طرف دوستان عزیز لباس های شیک شیک میبینیم که در فروشگاه های شهر نو کابل موقعیت داره و همیشه به فروش میرن و مردم هم میبینین دیگه. مثل دو جوانه ببینین، دو جوان کاکره، کالایشان هم یک رقم است و چقدر زیبا بود دوستان عزیز. هم شخصیتشان واقعا نمایان میشد و زیبا معلوم میشد. کالای محفلی رو ببینین دوستان عزیز، لباسای بسیار زیبا و متو انتیک. طرف هم دوستان عزیز رستوران و مهمانخانه است دیگه. طرف خودتان میبینین دوستان عزیز دکانای لباس فروشی و پوشاکه. طرف هم دوستان عزیز سرک دیگه موتورا پارک کردن قابل دید نیست. دوستان عزیز پیاده رو شهر نو کابل به نظر من البته تا جایی که اشتباه نکنم بزرگترین پیاده رو در کل کابل است. یعنی به این اندازه پیاده رو بزرگ ما در هیچ جای کابل ندیدیم. اگر شما دیدین در بخش کامنت ها بر ما بنویسین که کجای شهر کابل به این اندازه پیاده رو بزرگ داره. آب انار بود دوستان عزیز، آب سیب هم هست، آب زرک هم طبیعی 100% که اینجا پیش رویتان آبش هم میکشه و برتان میته. میوه خوش از دوستان عزیز طرف در تصویر که میبینین. یک یوتیوبر چینایی هم دوستان عزیز آمده بود، کمرش در پیش روش بود، میخواست جلغوزی سیاه بخره، زبان یا نمیفهمیدن و
زبان فارسی را اون نمیفهمید. جلغوزه را کیلوی 2000 افغانی برش گفتن، 2000 یا زیادتر نمیفهم. خب مقصد در جنجال بوده که بفهمن. کامرا را پیش روش بود و فیلم میگرفت. همین یوتیوبرای خارجی هم دوستان عزیز در کابل زیاد شده بیخیم. این بینندای زیاد هم هموادرن بسیار زیاد شدن. واقعا از هر کشور میاین افغانستان و برنامه ثبت میکنن، میرن. یوتیوبرای ایرانی است، امریکایی است، از بسیاری کشورها میاین. دوستان عزیز خودتون دیگه در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنین و میبینین. طرف هم دوستان عزیز کوچه امتیان است. این هم جوس جای میبرد دوستان عزیز، مستر جوس شعبه دوم. ملک فهد واد سلاروم سرک. این هم دوستان عزیز پارک مال است فکر کنم، اگر شما نکنم پارک تاور است. پارک تاور است ببخشید دوستان عزیز، پارک مال اون طرفتر است. میگه مرد خوب دکانای بزرگ و همون تو زیبا در اینجا است. مردم زیاد به خاطر خرید میاین. دکانای لباسای گند افغانی همه چیز در این بخش موجود است. خون وحید الله شورما برگر، خونه لوحیش خودتون میبینین. هم بولانی است هم شورما دوستان عزیز. در افراد زیادتر شورما است دوستان، گندمک شورما است. این هم ونزدی جوس اند اسموتی. میبینن بولانی و شورما و چیزاست. این طرف هم دوستان عزیز پارک شهر نو است که در تصویر میبینیم. این فرشای نقاشی داره میفروشن. این طرف دوستان عزیز برزو هاست و پتلون است و همین چیزاست. این طرف بایک هم هست، این در پیاده روی هم میفروشن، مغازه داران نیستن. پارک شهر نو می طرف میبینین دوستان عزیز. و فضای شهر نو از سرک ببینین دوستان عزیز، یک فضای داره، چقدر زیبا و چقدر عالی و آرام بخش و همتا زیبا. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تان به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه حق باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.